خب امروز دیگه حتما آماده این هستین که بخوایم اکسیژن تراپی یا دم و بازدم یا همون تنفس آگاهانه رو به صورت صحیح انجام بدیم تا بتونیم اکسیژن، این غذای رایگان و این موهبت الهی رو به خوبی خوب در اختیار تک تک سلول‌های بدنمون قرار بدیم. در کلیپ قبلی ازتون خواستم که برین تمرین کنین ببینین که اصلا تنفستون داره درست انجام میشه یا نه. قرار بر این بود اگر اکسیژن تا اینجا اومد، قفسه سینه اومد بالا، این اشتباهه و تمرین کنیم این تنفس و این دم رو برسونیم به انتهای زیر دنده ها که دیافراگم کاملا در قسمت شکم باز بشه و اکسیژن به طور کامل در بدن پخش بشه. حالا اینجا میخوام یک تکنیک رو بهتون بگم برای قبل و بعد از غذاهاتون. فقط کافیه به صورت کاملا آگاهانه بشینین قبل از اینکه هر وعده غذا رو میخواین شروع کنین 5 دقیقه دم و بازدم خطی آگاهانه رو امتحان کنید و بعد از اینکه غذاتون تموم شد 2 مرتبه 5 دقیقه وقت بگذارین و فقط تنفس خطی آگاهانه رو انجام بدین. به این صورت که دم میگیریم و بازدم انجام میدیم. شمارش 5 ثانیه در نظر میگیریم که اکسیژن کاملا به سمت پایین دیافراگممون رسیده باشه. دم میگیریم، مطمئن بشین که اکسیژن رو به سمت انتهای پایین شکم میرسونین و هنگام بازدم هم این اکسیژن رو از همونجا به صورت دی اکسید کربن پس میدین که همون سم مواد غذایی یا سم داخل بدن هست که باید تخلیه اون به صورت درست و کامل انجام بشه. فقط کافیه در مرحله اول همین گام رو بردارین. پس شد یک، اطمینان از این که اکسیژن به انتهای ریمون یا همون صفحه دیافراگم میرسه و قدم دوم این که قبل و بعد از هر وعده غذایی 5 دقیقه تنفس آگاهانه داشته باشید. امیدوارم که تغییر و تفاوت رو نسبت به روزهای دیگه تجربه کنید. متشکرم.